هفته‌ای که گذشت هفته رونمایی از کابینه خامنه‌ای توسط پزشکیان بود. البته رونمایی که چه عرض کنم، این رئیس جمهور تازه از صندوق در اومده خامنه‌ای رونمایی کردن هم بلد نیست. ببخشید که به هر حال من بلد نیستم زیاد حرف بزنم، با اون چیزایی هم که قرار رو کاغذ بخونم بدتر خراب میکنم. به هر حال امیدوارم که موفق باشید. چی رو؟ وزرا که بلدن اونا رو تو اونجا کاغذ. خب خیلی ممنون، متشکر. چی شد؟ من فازشو نفهمیدم. مگه نمیگفتن فوق تخصص داره، چشم بسته جای کلی و قلبو عوض میکنه، بعد در رو نمیتونه بخونه؟ من نفهمیدم فاز اینو. این فازش دو فاز به نظر من، دو حالت. یا اینکه همونطور که گفته مسیر رئیسی رو ادامه میده، یعنی مثل رئیسی 6 کلاسه بی سواد که بکشیش هم یه جمله نمیتونه درست درمون بگه. یا اینکه یه شارلاتانیه، البته تو حالت اول هم شارلاتان هست ولی بی سواد. یا یه شارلاتانیه که میخواد بگه من هر چی که دستم بدن نمیخونم، من حرف خودم رو میزنم. فقط قافش چیه؟ اگه تو هر چی دستت بدن نمیخونن، بس لیست وزرایی که خامنه‌ای داد چطوری از رو خوندی؟ یه قضیه دونش هم از قلم ننداختی. ولی ببین این برنامه که نداره، تخصص که میگه من ندارم، حرف که بلد نیست بزنه، از رو هم که بلد نیست بخونه. سوالی که پیش میاد اینه که بعد این اعضای استبل ولایت قراره راجع به چی این نظر بدن؟ اتفاقا همین چالش و همین سوال تو استبل ولایت هم هست. نگاه کن ببین کوچکوف چی گفته. اصل این جلسه تشکیل شده برای بررسی برنامه دولت. این برنامه به شما ارائه شده آقای رئیس که در اختیار ما بذارید. اشکال نداره، من واقعا اینو به آقای پزشکیان نمیخوام ایراد بگیرم، چون که ایشون همیشه فرموده برنامه من برنامه هفتم است، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری چشم‌انداز سلام عالی بود. خیلی خوب، حالا سوال اینه آقای حاجی دلیگانی عزیز همکار ما که الان مخالفت کرد، با چی مخالفت کرد؟ با نهج البلاغه مخالفت کردی؟ با برنامه هفتم مخالفت کردی؟ با چی مخالفت قراره بکنن 4 نفر دیگه و 5 نفر موافقت؟ آقای قالیباف خواهش میکنم توجه کنید. اما وسط این جنگ و دعوای گرگا یه چیزایی هم رو شد. مثلا این کیفکش جلیلی، یا همین مجریه که میرفت قطر دقیقاً داد میزد برای تیم رژیم، دقیقاً که الان خودشون بهش میگن نوچه های جلیلی و اینا. حالا خود جلیلی نوچه است، این نوچه جلیلی. ببین چی گفته، یه حرفی زد که حتی رو کله جونورای خود باند خامنه‌ای هم علامت سوال سبز شد. میخوام یه گلایه‌ای بکنم از بعضی از عزیزانی که برای رأی آوردن بعضی از وزرا از جمله دکتر عراقچی این روزها بازی خطرناکی رو شروع کردن که آقا رأی بدید، مگر نمیدانید یک نفری گفته حتما آقای عراقچی باید وزیر بشه. این چه بازی خطرناکی است که یه عده شروع کردن و متوجه عوارضش نیستن. بیا، یعنی بعد از این همه مدت این نمیدونه اون یه نفر کیه. بابا اون یه نفر رو که خرسای ورزقان هم میشناسن که. ببین پای خرسای محبوب ورزقان که پیش کشیدیم، من مجبورم مثال از دنیای حیوانات. نه تو رو خدا از دنیای حیوانات مثال نزن. ببین آخه وقتی تو میگی ثابتی، من از انیشتن پاسکال مثال بزنم، خب من حیوانات مثال بزنم دیگه. ماشاءالله این نفر باش. نه اگه من از حیوانات مثلا اصلا این آیتم هست، اصلا کامنت نمیدی. ببین توله سگ وقتی که هنوز توله از بزرگ نشده، هر جا بی دلیل با دلیل واق واق میکنه تا اولین چوبو بخوره، یاد بگیره که کجا واق واق کنه کجا واق واق نکنه. این یارو یه جایی واق واق کرد که نباید میکرد. ببین بند و آب داد. ببین چقدر کار خامنه‌ای به پیسی خورده که یه جوجه بسیجی داره واسش لغز میخونه. پس در داستان از این قراره. بله الان باید یادش بدن، آموزش داره که کجاها واق بزنه کجاها نزنه. این الان نمیدونه. اون که مهمه جا و مکان و زمان واق کردن. اینو باید یاد بگیره. نگاه میکرد به بغل دستیاش میفهمید، چون اونها این پروسه رو طی کردن. شما اینقدر آروم بودی، اینقدر دوست داشتنی بودی، گذاشتی واکسنت هم بزنن، تکون نخوردی، معاینت رو تکون نخوردی، حتی این جوشت هم که تخلیه کردیم تکون نخوردی. آفرین، بفرمایید.
حالا گذشته از همه حرفا، این در استبل ولایت این وزیر وزرای کابینه خامنه ای رو چطوری ارزیابی میکنن؟ مثلا بر اساس برنامه و تخصص و سابقه و کارنامهشون؟ این خیلی قضیه رو سخت میکنی تو نظام ولایت. این لوسبازی های هم تخصص و برنامه داری و اینا، آمار ارقام دادن، اینا کار کشور استکباریه. ببین این رئیسشون که پزشکیان باشه که از روز اول گفت مثلا من برنامه ندارم. حالا تو میخوای بگی که وزرایی که تو این انتخاب کردی که خودش هم انتخاب نکرده، فقط اسامیشون رو خونده، مثلا کارنامه داشته باشن، برنامه داشته باشن؟ تو استبل ولایت برخلاف همه جای دنیا 3 تا 4 تا سوال تستی میکنن، جوابش هم ساده است. ببین تو فتنه چیکار میکردی؟ از فتنه حمایت کردی یا نکردی؟ تکخوری، این سوال خیلی مهمه. تکخوری یا باندی خوری؟ مقام عظمای ولایت وقتی یه چیزی رو اختلاس میکنی، سهم مقام عظمای ولایت محفوظ یا نه؟ اگه انتظام قلبی عملی جواب اگه مثبت بود میگم برو بشین تو منصب وزارت بچر، تمام. ولی اشتباه میکنی بابک. یه دونه از این استثنا وزیرا، داره. آره یه دونه از این وزیرا کارنامه رو کرد، کارنامه تخصصی. اونم چه کارنامه؟ کدوم وزیر؟ ببین وزارت اطلاعات در دوره اخیر با مجموعه از عملیات‌های ضد تروریستی و ضد جاسوسی غالب طرح‌های دشمن را با شکست مواجه کرده است. مقابله با رژیم صهیونیستی از جمله شناسایی جاسوس‌های موساد در 28 کشور و بهره برداری در تبادل از آن 28 کشور جاسوس پیدا کرده. راست میگه، این تو 28 کشور جاسوس پیدا کرده، منتها چون ایران حوزه مأموریتش نبوده نتونسته جاسوسی رو بگیره. ایران جزو 28 کشور نیست. سرگرم اون 28 کشور بود. تو ایران تاب توپ از این زدن رو کشتن و راست میگه دیگه، این وضعیتشو انجام داده و به نظر من کارنامه‌اش هم موفق بوده. تونسته تو گینه بیساو، بورکینافاسو جاسوسا رو بگیره، امنیت برقرار کنه. فقط سال اول توجیهش نکردن که یکی از کارهای تو هم همین گرفتن جاسوس تو خود ایرانه. ولی ببین تو با این وضعیت آبکشی که رژیم داره و ضربه هایی که از چپ و راست میخوره، هر جای دیگه بود وزیر اطلاعاتش رو به چارمیخ میکشیدن. سوال اینه که این چجوری الان میخوان این وزیر اطلاعات با این وضعیت دوباره میخواد وزیر اطلاعات بشه؟ من فکر کنم احتمالاً اون 28 کشور لابی کردن، گفتن درسته که برای شما امنیت نیاورد، شما الان جرئت نمیکنید تردد کنید، ولی برای ما 28 کشور اونچنان امنیت آورده، خواهشاً یه دوره دیگه همین رو بذارید وزیر. نمره جاسوسای ما رو کشف کنه. به خاطر امنیت ما بذارید یه دوره دیگه همین وزیر باشه. ولی بابا از همه این حرفا که بگذریم، سوال اصلی همچنان اینه که آقا این انتقام سخت چی شد؟ ببین این سوال اون پاسدارای ترکیده است. شما این عکس رو نگاه کن، این هرم ترکیدگان ولایت. تصاعد هندسی. ببین تو هرم رو ببین، قاعدش هی داره زیادتر میشه. هم یه سوالو دارن، آقا پس این انتقام ما چی شد؟ من برای اینکه پاسخ این سوال بدم اول یه ویدیوی نگاه کنیم. شهید قاسم سلیمانی کجا رو میزنی؟ وسط اسرائیل، قلب تل‌آویو، اورشلیم. حیفا رو با خاک بده یکسان می‌کنید. بد کاری کرد. خب تو این سوالو غلیظ‌ترش کردی که. چطور؟ خب بابا همینو میگن، من قرار نبود بزنن به قلب قضیه. پس چی شد این قلب قضیه؟ نه، قلب قضیه نزدن، اما همه دشمنای نظام قرار اونجا که موشک شلیک شه ناراحت قلبی گرفتن. نگاه کن کانال سپاه نوشته که در حالی که همه مشغول تماشای بازی‌های المپیک هستن، اسرائیلی‌ها از ترس حمله خواب ندارن. بی خودش انتقام سخته دیگه. یکی دیگه شون نوشته به دلیل ترس از حمله مصرف الکل و قرص‌های آرامبخش به حد بی سابقه رسیده. یکی دیگه نوشته از ترس انتقام، یعنی انتقامی که قرار خامنه‌ای بگیره، حتی بیمارستان‌هایشان را به بخش مراقبت اورژانسی تبدیل کردن. دیگه چه انتقام سخت‌تر از این؟ ببین تو موشک رو یه لحظه میزنی تموم میشه، نگاه کن طرف نمیخوابه شبا، این همه قرص مصرف. من حالا فهمیدم چرا بسیجی‌ها تو این روزا این کلیپو پخش میکنن. آرامش من آرامش دارم، من هیچ ناراحت. بعضیا میگن ما دلمون حالتون فلان خونه، میگم بی خود، من راحتم، من دارم حرکت میکنم، من دارم حرکت رو میبینم.
برای من روشنه که داره چه اتفاقی میفته توی کشور. بله البته دشمنی هست، مخالفت هست، اگر نبود باید تعجب. منظورش اینه که اونا ناراحتی قلبی گرفتن اما نگاه عظما در کمال آرامشه. حالا این فیلم خیلی مشکوک میزنه. من احساسم اینه، یعنی احساس آرامشش یقین دارم، البته احساس نیست که یا قبل منقله یا بعد منقل. از اونجا هم که عظماست و جنس مرغوب استفاده میکنه خیلی فیلم فضاییه. آرامشش خیلی فضایی. آره آرامشش خیلی آرامشه. اگه این عمامه دلنگول و این وضعیت زار و نزار آرامشه، پس عظما پریشون بشه وضعیتش چجوریه؟ خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. این هفته نداشته باش. یک کامنت یک جمله‌ای و عکسی از یک توییت نوشته عالی شد، برق نمایشگاه بورس بانک و بیمه رفت. یه جمله بگم. همون یه جمله واسه دو جمله میشه. ببین این دقیقاً وضعیت نزدیک قله است. مگه عظما نگفته بود نزدیک قله ایم؟ هیچ قله ای، اورست، دباوند، هر قله ای قله برق نیست. اینا هم نزدیک قله هم برق نیست. این نشونه است. اصلا نشانه رسیدن به قله همین بی برقیه. اینم از کامنت این هفته. ممنونیم که با ما همراه بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدار. پیروز و سربلند باشید.